نن ډیر یو محترم او ګران او پیاوړی شاعر جناب فرزام صاحب عبدالسلام فرزام صاحب هم ځان سره میلمه لرم او چون نوی کال په درشل کې دی چې نوی کال د خیر سره راورسیږي او د دوی نه مې هم خواهش وکړي چې دلته راسي یو څه د نوي کال او د پسرلي په حق باندې تاسو ته خپل معلومات وړاندې کړي. میایم باز هم با جناب فرزام صاحب قسمی که شما دیدین که شاعر گرامی ما جناب محترم عبدالسلام فرزام با ما تشریف دارن، ببینیم از شعرهایشان لذت ببریم و راجع به مشاعره ها ببینیم که در مزار شریف چی میگن. جناب فرزام صاحب در باز ولایت های ما و شما در فصل بهار یا در نوروز مشاعره می داشته باشن با شمول کابل، جلال آباد مثلا، مزار شریف، دیگه جایا. در مزار شریف چطور است؟ بله، خدمت شما آقای صاحب محترم عرض کنم که مسئله ادبیات و شعر و همچنان مشاعره که ما را مثلا مشخص کردیم، بله بله، این مثلا نه تنها در فصل بهار یا در وقت مثلا مثلا در شهر در موسم‌های مختلف یعنی می باشد، در موسم‌های مختلف و خصوصا در مثلا ولایت بلخ بله همیشه در اونجا مثلا کمیته ها یا انجمنایی که وجود داره اونا امی محافل همیشه میگیرن و همچنان مثلا در سطح مثلا انجمنا از خود مقالات و چی گرفته تا اشعار اونا مثلا شاعرها را همیشه دعوت میکنن. ما شما پروگرام ها را همیشه از طریق رادیوی افغانستان، تلویزیون افغانستان و تلویزیون نور میبینیم و این هست همیشه است. اما در وقت گل سرخ به اصطلاح این بیخی مهم است، یک پروگرام خاص است دیگه. هر انجمن در بنوبه خود اما سهم خود در قسمت بهار ادا میکنه و مثلا اگر مثلا مشاعره باشه یا فرض میکنم دیگه مسائل، این بیخی یک مسئله ضروری است. بسیار تشکر فرزام صاحب. خواهش میکنم کدام شعری برای بهار که حتما بیننده های عزیز ما مثل شما و یک شاعر گرامی که وقتی در تلویزیون میبینن انتظار از میره دارن که یک شعرتان بشنوه، همیشه شعرهای شما را هم شنیدن، اگر برای بهار کدام شعری داشته باشین مهربانی کنین، میکروفون در اختیارتان است. بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب محترم. ما راجع به بهار خوب چند پارچه‌ای که حال اینجا سر دست دارم، اما یکی از ایره فعلا خدمت شما و دوستان من ایره به دکلمه میگیرم و این راجع به بهار در غربت است. بله و پیشتر هم سر این مسئله پیش از تفریح ما آمدیم و دعا کردیم که خداوند امی رنج غربت از سر ما پس کنه. الهی آمین. خداوند آرام بسازه و صلح سراسری رو بیاره. و تا ای که ما با وطن و با مردم خود باشیم و در داخل وطن باشیم و مصدر خدمات مثلا مفید شویم، اگرچه در مثلا بیرون از وطن هم درست، اما باز در گل میگه به بوتیش به اصطلاح. بله در وقتش در موسمش. امید همینطور رسیدن همینطور یک روز یکی از غزلهای خود که قبلا سرودیم خدمت شما و دوستا تقدیم میکنم. مهربان هستیم. قربانتان، مهربان هستیم. بهار در غربت. بهار آمد بلبل ساکت و گلشن چو زندان است. بهار آمد بلبل ساکت و گلشن چو زندان است. دهن غنچه ها بسته مثال روزداران است. چمن در بر گرفته از سیاهی جامه ماتم. چمن در بر گرفته از سیاهی جامه ماتم. گل لاله برنگ خیش چون خون شهیدان است. کجا شد ابر بارنده ز آسمان وطن یاران؟ کجا شد ابر بارنده
ز آسمان وطن یاران که دانه در زمین خشک بر امید باران است. چی آمد بر سر بلبل که بسته رخت از گلشن؟ چی آمد بر سر بلبل که بسته رخت از گلشن؟ به جای چهچه بلبل صدای خیل زاغان است. درونی رحمه از خواب گران و غفلتی چوپان، دو چشم گرگ درنده به جان گوسفندان است. خدایا رحم کن بر آل زار و ناتوان ما، که روزی روشن ما تار چون شام غریبان است. اگر مردیم در غربت اثر از ما مجو فرزام، اگر مردیم در غربت اثر از ما مجو فرزام، به جز ابیات غمگینی که بر دیوار زندان است. تشکر. تشکر فرزام صاحب از لطفتان، از این شعر مقبولتان. شعر بود راستی که از دل برخواسته بود و با دلها می نشست دیگه. یک جهان تشکر. فرزام صاحب در مزار شریف یا در بلخ یا در روضه حضرت علی کرم الله وجهه، یعنی در اونجا از بسیار سابق اگر از مولانا صاحب شروع کنیم همطور تا امروز بسیار شخصیت های برجسته ادبی یا شعرهای بسیار فوق‌العاده ما از اونجا داشتیم. حتی اون به شما بهتر معلوم است که بیدل صاحب مثلا از بدخشان بوده، مثلا دیقان صاحب در اونجا بوده، مثلا همینطور مثل زیوار چیزا. یعنی فعلا به نظر شما چرا اکثریت مردم بلخ صوفی مشرب هستند، یعنی عرفانی مردم هستند و عرفان بسیار زیاد علاقمند هستند و به می سبک روان هستند و تقریبا همی شکل مذهبی از اینا هم نسبت به یگان جای دیگه فرق میکنه. چرا اون در مزار شریف یا در بلخ اکثریت همی شکل مذهبی هم عرفانی است. حال فعلا این اونجا چطور شکل داره؟ خدمت شما حاجی صاحب عرض شود که این سوال شما ارتباط میگیره به نظر من با سبک مثلا شعری یک شاعر یا در مجموع سبک هنری. در ارتباط با موضوع به شکل تاریخی چون وقت مناسب نیست ما به حساب در عمق موضوع نمیاییم، به شکل تاریخی مسیرش طی نمی کنیم، اما میتونه آدم این اضافه کنه که در مثلا ولایت بلخ یک جای یا در مجموع همه خود سبک هنر، ادبیات، شعر تحت تاثیر مذهب یا به اصطلاح شیوه مذهبی داره. عرفانی داره، عرفانی و مذهبی داره. و خصوصا قسمی که خود شما پیشتر تشریح کردین که در این قسمت ما شعرا و عرفای داشتیم و داریم. بله و فعلا هم به شکل است. و فعلا قسمی که مثلا شعرا در دیگر نقاط مثلا و قدری که به شعر نو یا به سبک نو رجوع میکنن، اما مثلا شعرا در ولایت بلخ نویسنده ها اینا کوشش میکنن زیادتر هم سبک کلاسیک و سبک سابق و سبک عرفانی را او را پیش ببرن و او را نشر و نمو یعنی با مو سبک روان هستن و ما داریم شعرای نوسرا، مثلا شعرایی که به سبک نو اما در ما خودم به صفت، البته من خود شاعر نمیگم، این لطفی که شما میکنین مثلا دوستا، من فقط خدمتگار شما هستم. صرف نمی سبک ما سبک کلاسیک، سبک ما با جای کوشش میکنیم که به جای قدم اونمو مثلا رفا و اونمو علما و اونمو کسایی که به اونمو بزرگا قدم بانم. گپ بسیار نیک است. چی تفاوتی بسیار نداره.